عالمان و کارمندان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان از آغاز سال روان این جانب از روی کارهای علمی تحقیقاتی صاحب 7 پتنت جمهوری تاجیکستان گردیدند. همچنین در این دوره اهل علم اکادمیا زیاده از 100 کتاب علمی بدیعی را به تب رسانیدند که برای دایره وسیع خوانندگان پیشنهاد شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. در نشست خبری اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تاکید شد که جهت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه گسترش و رسیدن به نتیجه‌های نظررس علمی، همکاری‌های بین‌المللی خود را با مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی کشورهای جهان به راه مانده، در این سمت چندین سازشنامه‌های طرفین را نیز به امضا رسانیدند. همچنین در این دوره یک زمره عالمان و اکادمیکان مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی کشورهای جهان از امکانات‌های موجوده اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دیدن نموده با کارهای علمی تحقیقاتی و ثمره زحمت و تلاش عالمان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آشنایی پیدا نمودند. رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان ابراز داشتند که از آغاز سال روان تا کنون 3 آزمایشگاه در ساختارهای زیرتابع اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شدند که کار عالمان و محققان اکادمی را ضمن انجام کارهای علمی تحقیقاتی دهچند آسان می‌گردانند. باید گفت که آزمایشگاه‌های موجوده با معاصرترین تجهیزات مجهز می باشند و طور اطلاع داده شد من بعد نیز جهت بنیاد و به استفاده دادن چنین آزمایشگاه‌های نو و زمانوی نقشه‌های نو روی دست گرفته شده مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار داده می شوند. همکاری‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با واسطه‌های اخبار عامه خصوصا مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت ثمره‌ناک ارزیابی گردید. طور ابراز شد در سال 2024 ده‌ها گزارش، برنامه و صحبت و گفتگوها صورت گرفته نتیجه‌های نظررس را به بار آوردند. در همه چهاربینی‌هایی که تلویزیون علم و طبیعت برگزار می‌کند، همه وقت عالمان اکادمیا برای اشتراک کردن در برنامه‌های تلویزیونی آماده هستند. اینچنین جهت ادامه همکاری‌ها و وسعت دادن انعکاس دستاوردهای علمی تحقیقاتی در فضای مؤسسه دولتی تلویزیون علم و طبیعت اظهار هوسمندی کرده شد. در انتهای نشست بیان گردید که اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهر ثمره‌ناکی فعالیت عالمان و محققان و به نشاندادهای نظررس و مهم علمی رسیدن تلاش‌های خسته‌ناپذیر انجام خواهند داد. دلشاد الصمدوف، اسدالله قربان، شهر دوشنبه، خبر.